یه دعا و یک ذکری هست در قرآن که اگه اونو 3 روز و 3 شب بخونی همه درهای رحمت خداوند به روی تو باز میشه. و میگم وقتی حضرت موسی این دعا رو به زبان آوردن همه درهای نعمت خداوند و همه درهای رحمت خداوند به روی او باز شد. پس اگه تو هم حاجتی از خدا داری 3 روز و 3 شب این آیه قرآن رو بخون. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی خداوندا من سخت نیازمند رحمت و نعمتهای تو هستم. این آیه واقعا معجزه است. این آیه رو بخون و توکل کن به خدا. مطمئن باش این آیه برات معجزه میکنه و همه درهای نعمت خداوند و همه درهای رحمت خداوند به روی تو باز میشه.